سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. امروز جمعه 26 مارس. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. قرقیزستان بر عوض واروخ به تاجیکستان پیشنهاد کرده است 12,000 گکتار زمین می دهد. مسئله اساسی واروخ است. ما بر اساس قانون سرحدهای واروخ را اندازه میگیریم تا بزرگتر نشود. مهاجران در تاجیکستان با شنیدن خبر باز شدن پروازهای منتظم به سوی نقطه‌های بلیط فروشی شتافتند. هر روز پشیمیان میپرسم که راهوی شید نه هوی نشید. بسیار آدم برسی پاسپورت نداره. عزت امان، حامی فعال حقوق مهاجران در مسکو بازداشت شد. آینده سرنوشت او ناروشن باقی میماند. قرقیزستان به تاجیکستان پیشنهاد کرده است که جماعت واروخ را به قرقیزستان دهد و بر عوض از زمین‌های ولایت بادکند به تاجیکستان 12,000 گکتار زمین می‌دهد. قمچیبک توشیف، رئیس کمیته امنیت قرقیزستان، امروز در نشست خبری در شهر بیشکک در این رابطه ابراز نظر کرد. با گفته او جانب قرقیزستان این و یک پیشنهاد دیگر را به تاجیکستان داد و منتظر پاسخ میماند. دور دیگری مذاکرات بر سر تقسیم و علامتگذاری مرز قرار است ماه اپریل در شهر بیشکک صورت بگیرد. تفصیلات در گزارش همکارم طاهری سفر. bo'lishi mumkin emas. Sebebi deganda قمچیبک توشیف، رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان، گفت آنها به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کردند جزیره قلمرو واروخ را به آنها بدهند و در عوض 12,000 گکتار زمین قرقیزستان را از دیگر جای بگیرند. او که رئیس هیئت دولتی مذاکرات مسائل سرحدی با تاجیکستان است، روز 26 مارس در یک نشست خبری گفت Tojikistonda negizgi masalalardan biri bu انکلاو واروخ bo'lib. مسئله اساسی واروخ است. ما بر اساس قانون سرحدهای واروخ را اندازه میگیریم تا بزرگتر نشود، ولی از طریق قلمرو خود به آنها فقط برای استفاده یک راه میدیم تا گذشته توانند. پیشنهاد دوم سخت‌تر است. ما آماده عوض کردن واروخ هستیم. اگر آنها این قلمرو با مساحت 12,000 گکتار را به ما دهند، ما آماده ایم 12,000 گکتار از دیگر ناحیه‌های ولایت بادکن را به آنها دهیم. ما حتی فهرست این قطعه ها را به آنها دادیم، ولی طرف تاجیکستان حالا به ما جواب نداده است. جماعت واروخ در ناحیه اسفره با ولایت بادکند قرقیزستان هم مرز است و در این منطقه بسیاری از گوشه‌های مرزی دو کشور علامتگذاری نشدند. ساکنان دو طرف سری چند وقت برای راه و چراگاه و آب و زمین جنجال میکنند و بعضا ماجرا با خونریزی می انجامد. در نشست خبری همچنین از قمچیبک توشیف در بیشکک درباره قاچاق مال از مرز دو کشور پرسیدند. ببینید، تا زمانی که ما مسائل مرزی را با تاجیکستان حل نکنیم، ما قاچاق یا واردات و صادرات غیرقانونی مال از تاجیکستان به قرقیزستان و یا برعکس را منع میکنیم. ما از تمام وسایل و امکانات خود استفاده میبریم تا مالهای قاچاقی اساساً از طرف ما نگذرند. اگر از طرف تاجیکستان هم خواهند که مال قاچاقی را بیارند، ما پیش راهش را میگیریم. تا حال ما قاچاق مال و محصولات را نادیده و یا جدی نمیگرفتیم، ولی از این به بعد نمیشود. مثلا حالا دیگر به تاجیکستان 1 لیتر مواد سوخت نمیگذرد. از تاجیکستان هم به طرف ما یگان مال نمیگذرد. همه قانونی می شود. بعد آنکه مسائل مرزی را با تاجیکستان حل کنیم، آن وقت سبکی می شود و کار را آغاز می کنیم. Все теперь законно будет. А после того, как мы решим пограничные вопросы с Таджикистаном, ну тогда уже, конечно, ослабление будет, тогда уже начнем работать. مقامات تاجیکستان درباره پیشنهاد عوض کردن واروخ با دیگر قلمروهای قرقیزستان چیزی نگفتند. پیشنهادی که قبولش ظاهرا آسان نمی شود. تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از 970 کیلومتر مرزی مشترک دارند، ولی 504 کیلومتر آن سالهاست تعیین و علامت گذاری نشده است و گاه گاه سبب پیچیدگی در مناسبت‌های دو کشور می شود.
حکومت روسیه میگوید با آغاز پرواز منتظم شهروندان تاجیکستان به روسیه می توانند سفر کنند. در این باره حکومت روسیه در پاسخ به سوال رادیو آزادی به شکل کتبی خبر داد. روز گذشته نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین برای از سر گرفتن پروازهای منتظم میان تاجیکستان و روسیه اجازه داده بود. بنابر این قرار از 1 اپریل هفته یک مرتبه از دوشنبه تا به مسکو و برعکس پروازهای منتظم صورت میگیرد. خبری باز شدن پروازهای منتظم از ماه اپریل را شنیده مهاجران کاری در تاجیکستان سوی نقطه‌های بلیط فروشی شتافتند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد. ده‌ها نفر روز 26 مارس بعد خبری برقرار شدن پروازها به روسیه به نزد دکان‌های چپته فروشی آمدند. این نقطه‌های فروشی چپته در مرکز دوشنبه اکنون فعالتر می‌شوند. فروشنده‌ها میگویند از صبح امروز و با نشر خبری آغاز پروازهای دائمی به روسیه شخصان زیاد آماده از آنها چپته به سمت روسیه را می‌پرسند، اما فروشنده‌ها هنوز به این سوال‌ها پاسخ مناسب ندارند، چون در تبلای آنها هنوز چپته برای پروازهای دائمی به سمت روسیه پیدا نشده است. امرالله احتماف بی‌صبرانه انتظار برقرار شدن پروازها به سمت روسیه است. او مثل صدها نفر از مهاجران تاجیک در داخل کشور جای کار مناسب ندارد و می‌خواهد هر چه زودتر به مهاجرت برود. هر روز پشیمیان میپرسم کراوی شید نه هوی نشید. بسیار آدم برسی پاسپورت نداره. همونجا کارش همونجا داریم. در این میان تنها مهاجران نیستند که منتظر باز شدن راه به سمت روسیه هستند. دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های روسیه هم که تعدادشان بیش از 20,000 است در قطار دیگران برای خرید چپته آمدند. ما گفتیم که مقصد همین گپ راسته که 1 اپریل دهم میشن برای مقصد رئیس هست برای آدما گفتن که نه دروغه گپ تا برای گرجن روسا. با گذشت یک روز از اعلان رسمی برقرار شدن پروازهای دائمی میان تاجیکستان و روسیه هنوز هم سوالهای زیادی در این رابطه جای دارد، از جمله اینکه دقیقاً کدام روز پروازها آغاز می شوند و آیا شهروندان تاجیکستان می توانند از طریق کشوری سوم به روسیه بروند. مسئولین آژانسی اویاسیون شهروندی گفتند بجز از خبری که در رسانه‌ها نشر شد دیگر هیچ جزئیاتی درباره پروازها به روسیه را ندارند. در سفارت تاجیکستان در مسکو هم به رادیو آزادی گفتند منتظر تفصیلات بیشتر از وزارت کارهای خارجه روسیه هستند. ولنتین چوپیک حامی حقوق مهاجران در مسکو در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از آغاز شدن پروازهای مستقیم شهروندان تاجیکستان می توانند با هدف تحصیل، کار، طبابت و یا سیاحت به روسیه سفر کنند. دقیقاً مثل شهروندان قرغیزستان اکنون شهروندان تاجیکستان توسط هواپیما بدون اساس می توانند به روسیه سفر کنند، یعنی با مقصد کار، برای مهمانی، برای تحصیل می توانند به روسیه روند. برای سفر با هواپیما بجز از معلوماتنامه عاری بودن از کرونا ویروس PCR تست سندی دیگر ضرور نخواهد بود. فعلا میان تاجیکستان و روسیه تنها پروازهای چارتری عمل می‌کند. با این پروازها تنها آنهای از تاجیکستان به روسیه رفته می‌توانند که اگر شهروندی آن کشور یا حق اقامت را داشته باشند، ولی حتی آنهایی که شهروندی روسیه را دارند با سبب گران بودن نرخ چپته نمی‌توانند طریق پروازهای چارتری به روسیه روند. اول چند سال بود 3000 4000 تا می‌رفتیم. روز 10800 اینجاست. ما بین دو هفته بلیت 4000 سوم دیگه در بالاش موندن. ما اومدیم 4000 یک ماه پیش اومدیم 4700 چند سوم بود. از حاضر 7900 چند. عزت امان رئیس مرکزی تاجیکان و یکی از حامیان حقوق مهاجران را در روسیه به فعالیت غیرقانونی گناهکار کردند و به او اخراج از این کشور تهدید می‌کند. قرار دادگاه ناحیه تویر شهر مسکو در این باره 4 مارس امسال قبول شده 16 مارس به اجرا درآمده است. ماموران پلیس مسکو روز 25 مارس او را بازداشت کردند. فعلا در کجا و تحت چه شرایط بودن او معلوم نیست، اما در یک نوار از قبل ثبت شده او ادعا کرده است که او را با فرمایش مقامات تاجیکستان به کشور می‌فرستند. تفصیلات موضوع در گزارش امرالدین اولیموف. کارشناسان تاجیک بازداشت عزت امان رئیس مرکزی تاجیکان و یکی از حامیان حقوق مهاجران در روسیه را پیام به دیگر منتقدان حکومت‌های کشورهای پسا شوروی می‌دانند. تحلیلگر عبدالملک قادری
پیام به دیگر منتقدان حکومت‌های کشورهای پساشوروی می‌دانند. تحلیلگر عبدالملک قادیروف به این نظر است که روسیه دیگر برای افراد چون عزت امان کشور امن نیست. این نفرهایی که عقیده‌های ضد حکومتی دارند یا که عقیده‌های آزاد دارند باید که فکر کنند که تا کجا دیگر اونها میتوانند در روسیه قرار گیرند یا نه و باید که پسی فکر آن باشند که هر چیز زودتر از روسیه بیرون شوند به دیگر کشورهای امن سفر کنند و اونجا جایگیر شوند تا اینکه حیات خود را زیر خطر نگذارند. Уважаемый Владимир Владимирович, моя фамилия Холов. ماموران پلیس مسکو روز 25 مارت عزت امان را با خود بردند. فعلا در کجا و تحت چه شرایط بودن او معلوم نیست، اما در یک نوار از قبل ثبت شده ادعا کرده است که او را با فرمایش مقامات تاجیکستان به کشور فرستادند. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند در قضیه عزت امان دست ندارند و چون شهروند روسیه بر اساس قانونگذاری‌های این کشور دستگیر شده است. عزت امان در نواری که ظاهراً پیشتر ثبت شده و شام 25 مارت در یوتیوب گذاشتند گفته است از سال 1996 شهروندی روسیه را دارد، ولی چند روز پیش شناسنامه او را بکار کردند. همون مقامات قدرتی و کارمندان دیگری وکالتدار نهادهای دولتی که در دروست کردن و مساعدت نمودن همین کردار به عزت امان یاری دادند نسبتشان پرونده جنایتی آغاز کنند تا که اعتماد نسبت به این دولت و دولتداری بیشتر شود. در عکس حال این باعث خللدار گردیدن نه تنها مناسبت میان شهروندان عادی بلکه در سطح سیاسی نیز می شود. دادگاه ناحیه تور شهر مسکو عزت امان را با فعالیت غیرقانونی گناهکار کرده است و با او اخراج از این کشور تهدید میکند. قرار دادگاه در این باره 4 مارت صادر شده 16 مارت به اجرا درآمده است. از این پیشتر ماه اکتبر سال 2020 مقامات انتظامی مسکو دفتر مرکزی تاجیکان را با بهانه جستجوی ادبیات افراطگرایانه تفتیش کرده بودند. در دستوری که نسخه آن در فیسبوک نشر شد گفته بودند خلف عزت احتمال ترغیبات افراطگرایی دینی را به راه مانده است. کارشناسان میگویند این تکراری سناریوی قضیه مرحوم کرامت شریپوف حامی دیگر حقوق مهاجران است. عزت امان هم که با منفعت مهاجران مهنتی تاجیک کار میکند، بر ضد قانون ویرانکنی ها، قانون شکنی های مقامات روسیه مبارزه میبرد. برای این مقامات یک استخوان در گلو شده مانده بود و امروز فکر میکنند که اونها از فرصت استفاده برده کوشش به خرج میکنند که عزت امان را نیز استرداد کنند و به تاجیکستان روانه کنند و در اینجا فکر میکنند که عزت امان علاقه دیگر یک امکانیتی دستگیری نمودن، امکانیتی حمایت کردن مهاجران مهنتی تاجر را گم میکند. امام‌الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه با رادیوی آزادی گفت عزت امان شهروندی روسیه را داشت و همچون شهروندی روسیه مقامات این کشور با سفارت یا با جانب تاجیکستان برای تصمیم گیری در نسبت او مشورت نمی کنند. وی گفت از سرنوشت عزت امان درکی ندارد. عزت امان در 2 سال اخیر از سیاست‌های حکومت تاجیکستان نیز به شدت تنقید کرده میگفت در تاجیکستان هم به ضد او پرونده باز کردند، ادعایی که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رد میکند. امرالدین علیموف، علیشیر ظریفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی در شهر دوشنبه 2948 نفر پیاده‌گردان را در راه و جاده‌های پایتخت به خاطر ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه جریمه بستند. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با نشر این خبر روز 25 مارت گفت جریمه بستن پیاده‌گردان در دایره عملیات پیاده‌گرد به راه مانده شد. و بینندگان ارجمند اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صحیفه آزادی ویدیو می توانید ببینید. روزهای استراحت خوش داشته باشید. تا دیدار در برنامه های آینده. خدا نگهدار.